برادری عزیز سوال کردن که السلام علیکم بابای داملا، یک سوال داشتم. ما در همین رمضان مرغ‌های مگزینی استفاده میبریم، ممکن است یا نه؟ در حالی که ما مهاجران، در حق ما مهاجران دعا کنید تا که مشکلی ما را الله مهربان آسان کند. خداوند بزرگوار تمام مشکلی های عالم اسلام و خصوصا مشکلی های برادرهای مسافر و مهاجر ما را آسان بگرداند. اکنون برادر عزیز، این مرغ هایی که در مگزین ها هستند، چی اونهایی که حلال نوشته شده اند، چی اونهایی که غیر حلال یعنی مرغ عادی هستند، اینها را اگر تا حد امکان علاجش باشه نخورید، پرهیز کنید، احتیاط کنید، خوبتر است. چون که شخصیت نزد من آمد گفت یعنی چنین سیخ‌های مخصوص بوده که این مرغ‌های حرام در اون یعنی پکت‌های حلال نوشته شده چون می انداختن، محکم میکردن، یعنی در مردم تقسیم میکردن تا جای یعنی کشتن همون مرغ‌ها معین نباشه. از اینهای مگزین‌ها بهتر است که نگیرید و نخورید. اونهایش که حلال نوشته نشدن، اونها با طریق اولا حرام هستند، اونها یعنی چیزی ضررناک هستند. چقدر احتیاط کنید. الحمدلله امروز در تمام یعنی مملکت‌های روسیه در تمام شهرهاش هست جایی که گوشت حلال میفروشند. از اون جاها گوشت حلال گرفته گوشت حلال خورید.